تیمور رحیموف را با دوری گیلم یا رقابت ها راهنمایی کرد. اکنون تیمور رحیموف بر مقابل ورزشگر ازبکستان تلاش خواهد کرد. امروز دو ورزشگر که از تشویق ویژه برخوردار هستند. ورزشگر 22 ساله تاجیک تیمور رحیموف با جداگی سفید است روی تصویرهای ما. حریف 19 ساله او بختیاروف شاهرخ با جداگی کبود هست. شاهرخ مراتبه اول هست که در فصلهای جدای جهانی اشتراک میکند، ولی تیمور رحیموف ورزشگری با تجربه است. ما بارها مشاهده کردیم که تجربه و جوانی در برابر همدیگر نتیجه متفاوت داشتند. از این رو نمیتوانیم یک پیشگویی واقعا با اطمینان را رقم بزنیم یا برای شما بیان کنیم. به هر حال دوستان عزیز، ما تماشا میکنیم تیمور رحیموف پهلوان امیدبخش تاجیک و یگانه ورزشگری که در روز سیوم امیدی به دست آوردن مدال از این مسابقات را دارد. موقعیت رو تماشا میکنیم که به سمت چپ برای تیمور رحیموف موافق است. تیمور رحیموف به سمت چپ نیز بسیار خوب کار میکند. از این رو همون کمیکات خود را از قسمت گریبانی سمت راستی حریف و بعدا به سمت چپ گذاشتنش نیز از یعنی موقعیت مساعد دور نخواهد بود. این امکان خواهد داد که تیمور رحیموف در مقابل حریفش برتر ظاهر شود و از یک پرتابی بالای شانه حریف یک دفاعی به موری داشت. هنوز فرصت خیلی زیاد هست دوستان. در وزن سنگین وزن ها آگاهی اول به ورزشگر ازبکستان داده می شود با سبب یک زیل و یک طرفت داشتن. ببینید در وزن 90 کیلوگرم و هم به اضافه 100 کیلوگرم دو ورزشگر ازبکستانی در یک دور زمان رقابت دارند. از سوی تشویقگران نیز حرکات ورزشگر ازبکستانی که در وزن 90 کیلوگرم رقابت دارد تشویق می شود، ولی توجه به این وزن کمتر هست. به هر حال ما به اینجا توجه داریم، ما به اینجا امیدوار هستیم و تیمور رحیموف در اینجا از خود اکنون یک دفاع جانانه و به مورد نشان میدهد. یک اصول بوغی کردن بر سود ورزشگر ما خواهد بود یا نه. به هر حال نشد. تیمور رحیموف از اصول خفه کردن در روش های کنسیت سوازه یا کار در زمین خوب استفاده نکرد. با مربی ورزشگر ازبکستان از سوی داور مرکز یک آگاهی لفظی داده می شود، چون که در بسیار حالت ها هستند که مربیان از یعنی کنار تتم خود را اداره کرده نمی توانند و با داد و فیغان برمیخیزند که این نیز بر جریان قوازمایی به اثر نمی ماند. همین طریق نبرد ورزشگران سنگین وزن یک زیدی حمله بر سود ورزشگر ما میتوانست باشد. در همین یک اوچی مته که از سوی ورزشگر ازبکستان بود. اکنون اسیکامی در صورتی از بین پایهای حریف و میتواند ورزشگر ما اگر پایش را از فشار پایهای حریف کنده گیرد و با تخت پشت حریف را اداره کند. این موقعیت بسیار خوب میتوانست باشد برای ورزشگر ما، ولی چه علاج داور مرکز قوازمایی را منع میکند. 1 دقیقه 12 ثانیه دیگر فرصت هست. در اسیکامی ورزشگران ما یکم میلنگند، یعنی اراده سستر یا تکنیک کار در زمینشون کمتر به چشم میرسد، وگرنه اون موقعیت را اگر استفاده میکرد تیمور رحیموف پس میتوانست با اون وزن سنگینی که دارد بالای حریف فشار بیارد و قبل از انجام وقتی اساسی غالبیت را بر سود خویش حل کند. یک کوچی گری از سمت مقابل و اکنون تیمور رحیموف بدون شک و شبهه توانست دوستان عزیز با همان روشی هلوک از بیرون که وزری گرفت و با این وسیله 10 ثانیه دیگر فشار بر بالای حریف. ببینید دوستان عزیز، وقتی در بعضی از جزئیات تکنیکی از ورزشگران ما ایراد گرفته میشد، اون فوراً آن را یعنی چون در مد نظر خیش قرار میداد اصلاح میکرد. این گواهی آن است که یعنی در ضربات فنی ورزشگران ما نیز بسیار عملکردهای زیبا نشان میدهند. کاشی گروه روش پرتابی که ابتدا تیمور رحیموف و زری گرفت با آن هلوک و بعداً
چون حریف رو به تخت پشت فشار داد، امتیازی کامل ایپان رو به دست آورد و به مرحله 4-1 نهایی راه خط گرفت. تیمور رحیموف در مرحله 4-1 نهایی با ورزشگر استریا هگیو استفان رقابت خواهد کرد.